دوستان عزیز سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من محمد وریان هستم و شما بیننده کانال مثبت بی‌نهایت هستید. توی این ویدیو میخوام در مورد قابلیت iOS 18 که همین هفته منتشر میشه باهاتون صحبت کنم. قابلیتی که گوشی شما رو ضد سرقت میکنه. بله درست شنیدید، گوشی دزدیده شما هیچ ارزشی برای سارق نخواهد داشت. با من همراه باشید. خب قضیه از این قراره که از این به بعد تمام اجزایی که گوشی آیفون با اپل آیدی قفل میشه. قبلا اینطوری بود که گوشی شما با اپل آیدی قفل میشد، بله، اما الان قراره که تمام اجزاش با اپل آیدی قفل بشه، یعنی باتریش، دوربینش، نمایشگرش. خب این چه فایده‌ای داره؟ وقتی که گوشی شما به سرقت میره، دیگه سارق تا زمانی که به اپل آیدی دسترسی نداشته باشه نمیتونه از باتری گوشی شما تو گوشی دیگه استفاده کنه و عملا سرقت یه گوشی براش بیفایده است. فکرشو بکن، اون برای خیابون گوشی دست شما میبینه و با خودش میگه که آیفونه، بیخیال میشه. اما این تمام ماجرا نیست. یه سری موارد هم هست که شما باید حتما ازش اطلاع داشته باشید که باعث بشه اصلا گوشیتون به سرقت نره. پس اگه گوشی آیفون دارید و از این برند استفاده میکنید، تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. خب قضیه مربوط میشه به قابلیت Find My. احتمالاً میدونید که Find My چیه. Find My قابلیتی در گوشی‌های آیفونه که برای زمانیه که گوشی شما گم شده یا به سرقت رفته. خیلی ها ممکنه این روزا بهتون بگن که اگه توی ایران هستید و از آیفون استفاده میکنید، Find My رو خاموش کنید. ممکنه نمیدونم اپل متوجه بشه شما توی ایران هستید، فلان اتفاق بیفته، بهمان بشه. بعد بهتون بگم که اصلا اینطوری نیست. حتما این قابلیت رو روشن کنید که زمانی که گوشی شما گم بشه یا به سرقت بره، گوشی قفل بشه و هر کسی نتونه ازش استفاده کنه و گوشی شما رو راحت به فروش برسونه. اما بیایم بررسی کنیم که Find My چطوری کار میکنه. خب Find My حتما شما باید قبلا وارد گوشی آیفون بشید، بهش یه سری دسترسی‌ها بدید که زمانی که گم میشه بتونید از اون دسترسی‌ها استفاده کنید. مثلا یه قابلیتی داره به اسم پلی ساوند. شما پلی ساوند رو که بزنید، گوشی برای مثلا مواقعی که توی ماشین گم شده یا توی خونه و نمیدونید کجاست، شروع میکنه به پخش کردن موسیقی. 2 دقیقه موسیقی پخش میکنه، با صدای کم شروع میشه تا صدای زیاد و شما میتونید گوشی رو پیدا کنید. قابلیت دیگه ای داره به اسم لاست مود. این لاست مود به این شکل کار میکنه که وقتی گوشی شما گم شد، شما وارد آیکلاد میشید از طریق سیستم دیگه و رمزتون و اپل آیدیتون رو میزنید. خب میزنید که گوشی گم شده و هر کسی که گوشی شما رو به سرقت برده باشه یا پیدا کنه باید حتما اپل آیدیتون رو بزنه تا بتونه وارد بشه. از طرفی شما از طریق اون سیستم که وارد آیکلاد شدید میتونید یه پیغام روی گوشی بفرستید. پیغامم به این شکلی که شما میگید که گوشی برای منه، اگه گوشی رو پیدا کردید با فلان شماره تماس بگیرید. خب اینجا ممکنه یه اتفاقی بیفته و بتونن از شما اون اپل آیدیتون رو بگیرن. شما یک شماره ارسال کردید که شخصی که گوشی رو به سرقت برده میتونه اون شماره رو ببینه. حالا ممکنه که بیاد از طریق گوشی دیگه‌ای برای شما لینک ارسال کنه به اون شماره‌ای که دارید، نمیدونم از طریق واتساپ، از طریق پیامک، از هر طریقی که بگه که گوشی شما گم شده، اگه میخواید گوشی رو ردیابی کنید وارد این لینک بشید. و خب شما تصور کنید که توسط اپل یا آیکلاد ارسال شده، در صورتی که اصلاً اپل هیچ لینکی رو اونجور مواقع براتون ارسال نمیکنه. شما وارد اون لینک میشید و تصور میکنید که خب سایت مربوط به اپل یا آیکلاده، اپل آیدی و رمزتون رو میزنید و بعدش متوجه میشید که سایت فیشینگه. شخص اون طرف اپل آیدی و رمز شما رو برمی‌داره، وارد گوشی میکنه و گوشی رو به عنوان گوشی دست دوم به فروش میرسونه. پس اگه گوشیتون گم شد، مطمئن باشید که هیچ پیامی از طریق اپل یا آیکلاد برای شما ارسال نمیشه و شما خودتون باید وارد یه سیستم دیگه بشید و اون رو ردیابی کنید. ردیابیش هم به این شکله که اگر گوشی بعد از سرقت خاموش بشه، آخرین لوکیشن رو برای آیکلاد میفرسته. و این تمام ماجرا نیست. ممکنه حتی گوشی خاموش بشه، تمام دسترسی هاش قطع بشه
اما اگه شما قبلا اینو برای گوشی معرفی کرده باشید که این کار رو انجام بده، یعنی براش تعریف شده باشه، گوشی وقتی که خاموشه از طریق بلوتوث به گوشی‌های آیفونی که نزدیکشه یک پیغام رمزگذاری شده ارسال میکنه و این پیغام فرستاده میشه برای شرکت اپل. یعنی گوشی ثانویه‌ای که حالا مال شخصی بوده از کنار سارق رد شده این پیغام رو دریافت میکنه، نمیتونه پیغام بهش دسترسی داشته باشه و متوجه نمیشه و اون پیغام مستقیما برای اپل ارسال میشه و آخرین لوکیشن ذخیره میشه. اینجوری شما میتونید بفهمید که آخرین لوکیشنی که گوشیتون بوده کجاست یا گوشیتون الان اون سارق مثلا کجاست. برای همین اصلا این قابلیت فایند مای رو خاموش نکنید، بهش دسترسی بدید، اما از اون طرف اصلا به این لینک ها توجه نکنید. ممکنه که بارها و بارها این لینک ها رو براتون ارسال کنند ولی هیچ اطلاعاتی در اختیارشون قرار ندید. خب دیدیم که این قابلیت iOS 18 خیلی جالبه، اما باید خودمونم هوشیار و آگاه باشیم که از این به بعد دست سارقین رو کوتاه کنیم. از اینکه تا انتهای ویدیو همراه من بودید خیلی ممنونم. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.